آخر این ویدیو احتمالاً برای خودت یک روش کسب درآمد پیدا می‌کنی و من توی این ویدیو به تو کمک می‌کنم که به این مهم برسی. پس آخر این ویدیو با من همراه باش. سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. توی این ویدیو میخوام بهتون یک سرنخ‌هایی بدم برای اینکه بتونی توی خونه، توی اتاقت کسب درآمد بکنی. همین اول بگم نیازی نیست تخصص خیلی آنچنان بالایی داشته باشی یا اصلا نیازی نیست تخصصی داشته باشی. با همین سایت رو بررسی میکنیم، سایت کارلنسر، که نمونه های این سایت هم توی به قول معروف سایت های ایرانی دیگه هم وجود داره. فقط این نیست، اما این یکی از بهترین هاست که امروز میخوایم با هم دیگه یه مقداری بالا پایینش رو بررسی بکنیم. خب وقتی وارد این سایت میشیم همچین صفحه‌ای روبروی ما قرار میگیره. اینجا نوشته بروم سپاری، آموزش آنلاین، کسب درآمد، که اینا رو بررسی میکنیم. بعدم فعلا بریم یکم با این صفحه اولش آشنا بشیم. هدف من همونطوری که گفتم اینه که یک دیدی میخوام توی این ویدیو و در پایان این ویدیو پیدا بکنی تا یک سرنخ کوچیکی بالاخره دستت بیاد تا بتونی یک کسب درآمدی رو برای خودت استارتشو بزنی و ببریش جلو و پیش ببری. همونطوری که میبینید دسته‌بندی خدمات داره. ای بابا، دسته‌بندی خدمات داره، طراحی و گرافیک، تولید محتوا، ترجمه، عکس و انیمیشن، سئو، برنامه نویسی و دیجیتال مارکتینگ و طراحی سایت، گویندگی و صوت و موسیقی. میریم پایین. اینجا نوشته که استخدام فریلنسرهای دارای مهارت‌های پرطرفدار. یه چند موردش رو با هم دیگه میخونیم، وارد یکی دو سه موردش میشیم و میریم قسمت بعدی داستان. همونطوری که میبینید نوشته از طراحی جلد روی مجله بگیر، طراحی لوگو، طراحی پوستر. اگه کارت با به قول معروف طراحی، اینجور طراحی ها اوکی، علاقه داری، میتونی وارد هر کدوم از اینا یا وارد همشون بشی. اصولا کسی که طراحی بلده میتونه تمام اینها رو انجام بده، نیازی نیست یکیش انتخاب بشه. اوکی. بعد از طراحی تیشرت، طراحی آلاچیق، سفارش ترجمه کتاب. دوستان دیگه ترجمه کتاب یه موردیه که شما با هوش مصنوعی خیلی راحت و دقیق، خیلی خیلی عالی میتونید انجام بدید. یعنی دیگه ترجمه راحت ترین کاریه که به نظر من کسی از طریق این سایت میتونه انجام بده. البته ترجمه با گوگل ترنسلیت رو اصلا پیشنهاد نمی کنم، به خاطر اینکه هنوز هوش مصنوعیش اونقدر پیشرفته نیست مثل چت جی پی تی که بخواد برای شما ترجمه خیلی خفنی رو ارائه بده. اما خب عکاسی، ساخت پادکست، اینا هر کدومش دنیاییه دوستان. اما اگه وارد اینا بشید و نمونه کارها رو ببینید متوجه میشید که با یه مقداری ظرافت و یه مقدار خوش سلیقگی میتونید توی تمام اینا موفق باشید. طراحی ماگ و لیوان. اینجا ساخت ویدیو جزو کارهای مورد علاقه خود منه. ساخت ویدیو خب داستان داره دیگه، اینکه تو باید سایت هایی رو بشناسی که شات های رایگان بتونی دانلود بکنی ازش و بتونی یه ویدیو بسازیم. واقعا اینم جزو بعد از ترجمه به نظر من ساخت ویدیو هم یکی از کارهای راحتیه که بالاخره میتونی انجام بدی، یعنی بدون هیچ تخصص خاصی. اگه یه هفته دربارش مطالعه بکنی و زیر و بمش رو یاد بگیری، اون سایت هایی رو که به قول معروف کپی رایت نداشته باشن بتونی پیدا بکنی، که سایت هاش هم زیاده، میتونی با استفاده از اونها ویدیو بسازی و کارتو پیش ببری و پروژه قبول بکنی. وارد یکی از اینا میشیم الان. اوکی. اینجا مثلا طراحی با اینشات نوشته، مثلا ما همین رو وارد میشیم. اینشات رو که قاعدتا باید بشناسی دیگه، یکی از نرم افزارهای ادیت عکسه که خیلی توی ایران استفاده میشه. میریم پایین. اینجا کسایی که با اینشات کار کردن یه سری نمونه کار گذاشتن که مثلا صاحب پروژه میتونه از بین اینا انتخاب بکنه. خیلی نمونه کارهای وحشتناک و خفنی هم نیستن. مثلا ما وارد یکی از همینا بشیم، همین اولی سمت راست. مثلا این عکس رو درست کرده این شخص که
میبینید خیلی اصلا به نظر من حرفه‌ای نیست، ولی بالاخره و یه مقدار برای همین میگم اگه خوش سلیقه باشید میتونید توی این سایت خودی نشون بدید و توی هر قسمتش موفق بشید واقعا. که حالا من یه بک بزنم اینجا، اینو ببندیم. و یه مورد دیگه اینجا سفارش ترجمه کتاب به چشمم خورد که واردش بشیم ببینیم چیه داستان. میگم ترجمه جزو کاریه که واقعا دیگه سخت نیست تو این دور زمانه. یه مقداری زبان انگلیسی بلد باشه خیلی راحت میتونی کارو در بیاری. اوکی. و درباره این که چه درآمدی هم میتونید از این در بیارید الان صحبت میکنیم. بریم توی قسمت آموزش آنلاین. آموزش آنلاین همه چی هست. آموزش اکسل، آموزش اتوکد، پایتون، برنامه نویسی، آموزش سازها رو اینجا میبینید. درس های مدرسه هم هست، شیمی، فیزیک. بالاخره تو یکی از اینا اگه تخصص داشته باشی میتونی درآمد برای خودت داشته باشی. آموزش بدنسازی هم هست. خب مثلا ما یکی از تدریس خصوصی زبان انگلیسی اینو انتخاب بکنیم، ببینیم قیمت ها رو نوشته یا نه. آره قیمت داره اینجا، قیمتاشون رو گذاشتن. قیمت هر جلسه میبینید اینجا 150,000 تومان، این بر نوشته 350,000 تومان در ازای هر یک ساعت 60 دقیقه 350 تومان، 150 تومان. قیمت ها کاملا متفاوته. اینجا نوشته 89 تومان، عکسش هم نذاشته. خب شما از هر مهارتی که داشته باشی میتونی اینجا پول در بیاری. حتی از مهارتی هم که نداری، فکر کن ترجمه تا حالا انجام ندادی اما زبان انگلیسی در حدی هست که بالاخره بتونی یه پروژه رو، یه پروژه زبان رو از آب بکشی بیرون و انجامش بدی. خب میای اینجا پروژه زبان، پروژه ترجمه قبول میکنی. اینجا نوشته کسب درآمد. کسب درآمد، پروژه های ترجمه. مثلا شما وارد اینجا میشی و وقتی وارد میشی میری پایین، اینجا سفارش های کارفرما رو میبینی. اینجا سفارش رو گذاشته، بودجه هم نوشته، زمانش هم نوشته 10 روز. مثلا این مورد چیه؟ ترجمه ویدیو یوتیوب از اساتید موفق و انگیزشی که بودجه 1,250,000 تومان گذاشته برای 10 روز. شما 10 روزه قشنگ میتونی این پروژه رو انجام بدی. خیلی هم زمان کافیه به نظر من. بریم چند مورد دیگه هم نگاه بکنیم. ترجمه از انگلیسی به فارسی متن پیراپزشکی. تمام این متن‌های تخصصی هم دوستان دیگه با هوش مصنوعی قشنگ اطلاع دارید که میشه انجام داد و فقط کافیه به هوش مصنوعی بگی که متن من راجع به پیراپزشکیه و ترجمه تخصصی به من بده. البته این نکته رو هم بگم که با هوش مصنوعی به زبان انگلیسی صحبت بکنی خیلی 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 نتیجه بهتری میگیری تا اینکه بخوای به زبان فارسی بهش بگی. سعی کن که با انگلیسی باش صحبت بکنی. اگر هم بلد نیستی اشکالی نداره، قشنگ میتونی متن فارسی رو توی گوگل ترنسلیت برای گوگل ترنسلیت بنویسی فارسیشو و انگلیسیشو اونجا کپی بکنی و اون کپی رو ببری توی هوش مصنوعی پیست بکنی و انگلیسی بهش بگی که متن تخصصی به من بده. و اینجا میریم پایین. ترجمه متن علمی 13 صفحه‌ای 3 روز وقت داده، بعد 300,000 تومان. خب 13 صفحه دیگه واقعا چیزی نیست. بریم پایین. ترجمه کتاب تخصصی شیمی که 90 روز وقت داره و 2,500,000. و دیگه چی داره؟ خیلی زیاده، اصلا شما این تموم نمیشه. یعنی اگر علاقه داشته باشی به ترجمه اینجا میبینی که صفحه 2 3 4 5 همینطوری میتونی بری پروژه ها رو قبول بکنی و اینا رو که قبول بکنی باز نفرات دیگه هستن که میان اینجا ثبت میکنن و کلا میتونی مشغول بشی. یعنی با همین زبان انگلیسی که خیلی هم تخصص آنچنانی نمیخواد و دیگه با کمک ابزارهای هوش مصنوعی که الان هست خیلی راحت میتونی انجام بدی. اینا دیگه پولایی هست که راحت شما میتونی در بیاری. فکر میکنم برای امروز بس. ویدیو نمیخوام خیلی طولانی بشه. راههای خیلی زیاد دیگه هم وجود داره برای کسب درآمد و توی ویدیوهای دیگه سعی میکنم که به اونا هم بپردازم.
دمتون گرم. من بازم این ویدیوها رو میذارم اگه حمایت بکنید. ممنون میشم اگه ساب بکنید کانالو، سابسکرایب بکنید کانالو و به دوستان خودتون هم معرفی بکنید، شیر بکنید که دیگه نور علی نوره. دمتون گرم. مراقب خودتون باشین تا یه ویدیو دیگه. بدرود دوستان.